سلام علیکم استاد. من هندو می باشم. اوتر رمش هستم و انجینیر می باشم. به خاطر این مطرح نمودن سوال عذر می خواهم. هندو به دین خود اعتقاد دارد. مسلمان ها به دین خود اعتقاد دارند. اما با یکدیگر وقتی که ملاقات می کنند هندوها کوشش نمی کنند که برای هندویسم تبلیغ کنند، اما مسلمان ها چرا کوشش می کنند که برای اسلام تبلیغ کنند؟ خواهر سوال شما را بسیار خوب فهمیدم. وقت هندوها مسلمان‌ها را ملاقات میکنن کوشش نمیکنن مسلمان‌ها را به طرف هندویسم بکشونن، درست است؟ بله. اما مسلمان‌ها وقت هندوها را میبینن کوشش میکنن اونا را به سوی اسلام دعوت کنن، درست است؟ درست است. خواهر با یک مثال توضیح میتم. یک نفر متعلم است و به مکتب میره. صنف 7 یا صنف 8 است. یک نفر دیگه بزرگتر است و از مکتب فارغ شده و در دوره تحصیلی به سر میبره. اگه ای دو نفر یکدیگر را ببینن، حال متعلم کوشش میکنه که به محصل یاد بده یا محصل کوشش میکنه که به متعلم یک چیزی را یاد بده؟ سوال مرا جواب بتن. خواهر، بله. شاگرد مکتب به محصل یاد میده یا محصل به شاگرد مکتب یاد میده؟ خواهر، یک سوال آسان پرسیدم. فکر نمیکنم سوال مشکل باشه. سوال مرا فهمیدن خواهر؟ بله بله. پس شاگرد مکتب به محصل دانشگاه درس خواهد داد یا محصل دانشگاه به شاگرد مکتب کدام چیزی را آموزش میده؟ به نظر شما کدام درست است؟ محصل دانشگاه خواهد یاد داد. درست است. پس بر اساس همین قیاس وقت مسلمانا و ما باورمند هستیم که تحصیل کرده هستیم. وقت برادر کوچک خود میبینیم که شاگرد مکتب است، وظیفه خود میدانیم تا دانش خود به او منتقل بسازیم. دوست نداریم که خودخواه باشیم، نمیخوایم که خودخواه باشیم. میفهمین کسایی که خودخواه هستن اجازه نتن که تحصیل کنن و بانن که رنج بکشن، اجازه بتن تا ابد در مکتب بمانن. اگه اونا به دانشگاه بیاین دانش آموز شون شاید وظیفه ما را بگیرن. کسایی که قسم فکر میکنن بسیار بسیار خودخواستن. ماشاءالله ما متواضع هستیم، وظیفه ما است تا پیام حقیقت انتشار بدیم. پس وقت کدام غیر مسلمان ملاقات میکنیم، چه هندو باشه، عیسوی باشه، بودیست باشه، هر چی که باشه، بیاین با چیزای مشترک توافق کنیم. میخوایم اونا را آگاه بسازیم. هدف ما کم آوردن اونا نیست، میخوایم اونا را آگاه بسازیم تا بتونن با تحصیلات خوبتر شروع کنن و هر دو طرف وظیفه خوب دریافت کنن. وظیفه خوب رفتن به بهشت است و ما نمیخوایم که تنها به بهشت بریم. ما میخوایم که خواهران و برادران خود نیز به بهشت ببریم. خواهر، آیا میخوای به بهشت بری؟ آیا میخوای به جنت بری؟ جنت؟ آیا میخوای که به بهشت بری؟ نه خیر. آیا میخوای که به بهشت بری یا نه؟ فقط میخوایم به هیون برم. هیون، بله، نام دیگر هیون بهشت است. بعض قوانین برای رفتن به بهشت وجود داره. قسمی که در جواب قبلی خود تذکر دادم، مطابق کتاب‌های مقدس هندویسم، مطابق قرآن، مطابق انجیل، اگر میخواین که به بهشت برن باید ایمان بیارن که خدا یک دانه هست. باید ایمان بیارن که او هیچ عکس تصویر و هیچ مجسمه نداره. خواهر، آیا باور داری که یک خدا وجود داره؟ بله، فقط به خدای هندو. پس شما به خدای هندو ایمان دارین. آیا باور دارین که الله مجسمه داره؟ نه خیر، خدا مجسمه نداره. آیا شما به بت پرستی ایمان دارین؟ بله، به بت پرستی باور دارم. پس شما به بت پرستی بله. ایمان دارین. وقتی خدا مجسمه نداره شما چرا بت پرستی میکنین؟ خواهر، خلاف کتابای هندویسم عمل میکنین. کتابای مقدس شما میگه در شویتا شوترا اوپنیشد چپتر 4 آیه شماره 19 و در یجوروید چپتر 32 آیه شماره 3 گفته شده که از آن هیچ تصویر، هیچ عکس، نقش، مجسمه، پیکر و هیچ بت نیست. هیچ چیز نداره خدا. آیا میخواین که از کتابای هندویسم خود پیروی کنین یا نه؟ نه، من میخوایم که فقط از فرهنگ هندویسم فقط از خود فرهنگ پیروی کنم. خود، از دین خود نمیخواین. دین من هندویسم است، چرا نخوایم که پیروی اما کنم؟ هندویسم به اساس ویداس استوار است. آیا ویداس خواندی؟ نه خیر. آیا تصمیم نداری که ویداس بخوانی؟ چی وقت میخوانی؟ فردا.
یا امشب؟ نمیفهمم ولی کوشش میکنم که بخوانم. خواهر از شما خواهش میکنم که ویداس همین امشب بخونن. نه خیر، اما نه خیر، در شب خوانده نمیتونن، شب خوانده میتونن. ویداس و قرآن را هم شب و هم روز خوانده میتونن، هیچ مشکلی نیست. خواهشم از شما است که خانه برن، در اینترنت برن و منابعی را که من معرفی کردم در یگان جای جستجو کنن و یه جروی چپتر 32 آیه شماره 3، شویتا شوترا اپنیشد چپتر 4 آیه شماره 19. میفهمین در کیشنگنج سخنرانی کردم. در کیشنگنج فقط 2 هفته پیش سخنرانی داشتم. یک برنامه 3 روزه بود. روز اول سخنرانی بود، روز دوم فقط بخش سوال و جواب پیش بردم، روز سوم سخنرانی و سوال و جواب داشتم. در روز دوم مطابق فرمان محکمه پایان برنامه ساعت 10 قبل از ظهر بود. وقت 10 بجه تمام شد، یک هندوی با منطق آمد و گفت ذاکر نایک، شما نگرانی‌های اجتماعی را زنده می‌سازید، شما تبلیغ میکنن و غیره و غیره و غیره. من فقط به بگوت گیتا ایمان دارم، به ویدا باور ندارم. میخواستم که جواب او را بتم، اما وقت تمام شد. انشاءالله اولین فرصت به شما جواب میتم. روز سوم وقت اولین فرصت به او دادم تا سوال خود مطرح کرد، او گفت تمام شب من تحقیق کردم، با علمای هندویسم با پندت ها زنگ زدم، شوکه شدم. وقت اونا گفتن هر چیزی که شما گفتن 100% درست است. در هندویسم یک خدا وجود داره. کتابای هندویسم درباره حضرت محمد صلی الله سخن میگه. او گفت تمام شب من خوابیدن نتونستم. پس او کار مرا آسان‌تر ساخت. از شما خواهش میکنم خواهر، امشب وقت خانه رفتن اگر کدام پندت برای سوال کردن سراغ ندارن در گوگل جستجو میتونن. در شیخ گوگل، ما شیخ گوگل میگم یا پندت گوگل منابع را بنویسن، جستجو کنن، پیدا کنن، فردا بیاین باز از ما سوال کنن خواهر. انشالله. تشکر.